بیشتر از دوست منظور شماست و این نمایشبران است که کتاب دوستان، کتاب خوانند، اثرهای گوناگونی و دیگر رو مطالعه میکنن و در مباحثه ها با ما شرکت می‌ورزند. چون همیشگی نمایش ما در همکاری با اتفاق نویسندگان تاجیکستان صورت میگیرد و مدیر شعبه ادبیات بچه‌های اتفاق نویسنده عزیز مشاور دومی نمایش ما هستند. ما در هر نمایش برای مباحثه، برای تحلیل و بررسی این اثر بدیعی البته خوانندگان مکتب‌های گوناگون رو از گوشه کانال جمهوری دعوت میکنیم و امروز خوانندگان مؤسسه تعلیم رقم 48 شهر دوشنبه مهمانی نمایش ما هستند. شما خوب میدونید که نمایش ما با شکل‌های گوناگون صورت میگیرد، یعنی در تحلیل بعضی اثرها ما نوارها رو استفاده میبریم، در بعضی اثرها ما خود مؤلف رو دعوت میکنیم و امروز نمایش ما یک شکل دیگر دارد. اثری را که امروز با تحلیل و بررسی آن میپردازیم درباره مؤلف آن سخن نمیگوییم، فقط درباره محتوا و درباره مضمون اثر سخن می‌رانیم و باید گفت که خوانندگانی که امروز در استودیو هستند اولین خوانندگانی هستند که این اثر را، این قصه را مطالعه میکنند و قصه مذکور با یکی از مسائل داغ روز و دروغ بخشیده شده است و قصه هم چنین نام دارد، دروغ. حالا خوانندگان ما این قصه رو نخوندن و پس من فکر میکنم که شما با دقت‌تر باشید و ببینید که اون نفرانی که در استودیو هستن این قصه رو چگونه خوندن، از آن چی گرفتن به خود، چه خلاصه رو نمودن و عموما که محتوای همین قصه چگونه است. نام قصه دروغ است، اینو شما خوب میدونید و البته از نام قصه معلوم است که موضوع درباره چی است، درباره دروغگویی است. بله، ما البته درباره نام قصه هست سخن نمیگوییم و از چی آغاز میکنیم؟ اول از اون آغاز میکنیم که شما قصه رو خیلی خوب خوندید، کیا هستند قهرمان این قصه؟ قصه اونقدر قهرمان زیاد ندارد، همین خیلی نه مرامت که میگوید قهرمان قصه رو. قهرمانان این قصه اولا دلوور میباشد، پسری که این دروغ رو گفته است و دومین قهرمانش پدر و مادر دلوور میباشد و سومینش دکتر ظریفی و خورسندوی میباشد. همشیره شفقت بود. خورسندوی همشیره شفقت بود، درست. و همزمان گاه معلمه یاد میشود و همسیمفونی دلوور. خوب. قصه از چی آغاز مییابد؟ کی نقل میکند؟ آغاز قصه چگونه است؟ یک پسر بود نامش دلوور، در صنف چهارم میخوند. خواست که روزی زادروزش خاطرمان شود و از سحری بیدار شده اش هر خیل فکرهایی، هزاران فکرها به سرش می آمد و ناگاه یک فکری بد به سرش آمد و خواست که در این روزی زادروزش به مکتب نرود. بهانه جست و هزاران بهانه به سرش آمد، اما از همه بهانه خوب به فکر او این بود که به مادرش فکر کرد و دروغ گوید که امروز ما در صنفمون انعنه داریم، هر کسی که زادروز دارد میتواند به درس رود، میتواند باز تماما نرود. اما او فکر کرد و فهمید که این فکر ابلهانه است و برای همین این فکر رو به مادرش پیشنهاد نکرد. چه خیلی ابلهانه است؟ اگر او این سخنان رو به مادرش گوید، مادرش تیز به معلمه مسلمه بانو تلفن میکند و آنها صحبت میکنند. معلمه مسلمه بانو همه گپا رو میگوید. مسلمه بانو میگوید اگر نادرست گفته است، اگر او به درس نآید من خودم رفته آن رو میارم. بله. و ببینید ما کمتر از خیالات همین دورتر رویم. اون که زادروز دلوور چگونه جشن میشد؟ همین هر سال چگونه بود؟ دلوور هر زادروزش رو با تنتنه جشن میگرفت و میخواست که این زادروزش هم باید با تنتنه جشن گرفته شود. برای همین دلوور یک دروغ گفتن میخواست که امروز به مکتب نرود. بعد چی فکر اومد به سر دلوور؟ در نهایت دلوور میخواست که بیمار کند و به مکتب نرود و فکر کرد که من میتوانم که خودم را بیماری زکام گیرم. دلوور رفته به بیرون میدود، صبح سرخ میشود، میگوید که نه این نمیشود، اگر زکام شوم عطسه و سلفه را از که تبی بلند را چی میابم. تصور کرد که اگر رفته به بیرون دویده آیم شاید که به مثل بیماری زکام شوم، صبح سرخ میشود. بله، چون فکر کرد که باید که برای زکام شدن طبی بلند در کار است. بله. و حدی اقل باید که سلفه در کار است و این رو عطسه زند، آب بینیش رود. یعنی یک بچه در روزی تولدش به مکتب رفتن نخواست و خودش را بیمار وانمود کردن خواست. یک چند بیماری ها را به خاطر آورد، درد دندان، زکام و غیره و هاکذا. عاقبت یک درد یافت که با نام کروده دهشت انگیز است. کروده، بیماری کروده. خب چه خیلی یافت؟
аз бекорӣ ӯ телевизормо дид ки дар телевизор барномаи тандурустӣ дар он ҷо доктор Зарифиро нишон дода истодаанд. Дар он ҷо доктор Зарифӣ дар бораи нишонаҳои крударо ба тамошобинон пешниҳод мекард. дар он ҷо Диловар ҳамаи он пешниҳодкардаи доктор Зарифиро аз худ кард ва он ба хотир гирифт ва рафта дар ҷойгоҳ хоб рафт. Он ба омадани модараш интизор гашт, то ки модараш омада онро бинад ва бигӯяд ки ман касалии круда шудаам. کسلی نه بیماری کرودش نه کروده خب بیماری کروده چه نشانه ها دارد؟ طرفی راستش اشکمش درد میکند، پایش را قطع کردن نمیتواند، سرش درد میکند، به حضور میشود، دلش به حضور میشود، تبش بلند میشود. خب این نشانه های اساسی بیماری کروده. همین دلاور خودش را بیماری کروده گرفت و بعد دروغ از همینجا سر می شود. یعنی بعد چی میشه؟ بعد مادرش می درآید و میپرسد که پسر جان تو وقتی مکتب رفتن شد از جای تو بیدار شدی؟ دلاور اولین دروغش را به زبان میبرد. اولین دروغش چی بود؟ دلاور دروغ اولینش را میگوید مادر جان تابم نیست. خب این دروغ اولینی دلاور بود. همین اینجا میخوایم که به بچه ها یک سوال دهم در اینجا کی در عمرش دروغ گفته است دست بردارد. کی دروغ گفتن نمیخواهد. بسیار خوب. یعنی همه ما یک بار یا دو بار یا سه بار دروغ گفتیم. کی دروغ گفتن میخواهد؟ یعنی همه ما یک یا دو یا سه یک چند مرتبه دروغ گفتیم. همه کی از دروغ گفته است گفتش پشیمان شده است. دلاور هم دروغ گفت. اکنون ببینید وقتی که ما یک دروغ میگوییم همین دروغ همیشه از پس خودش باز دروغ دیگر میبرد. وقتی ما سخن راست میگوییم دیگر یگان سوال پیدا نمیشود. لیکن وقتی که دروغ میگوییم اگر یگان چی پرسیدم باز دروغ گفتن در کار میشود. برای همین در خلق میگویند که یک دروغ را با 7 دروغ دیگر راست نگاه میدارن. همین جوال خالی همین خیلی اگر چی نگاه دارد سردید میافتد. برای همین از هر طرف تیرگک میماند، چوب میماند. برای همین دروغ هم چیزی خالی هست و مجبور هستیم که با 7-8 دروغ گوییم. لیکن همین دلاور گفت که مادر جان من بیمار هستم. اکنون میبینیم که دروغ از پی دروغ چخل میآید. مادرش چه گفت؟ دلاور گفت مادر جان تابم نیست. مادرش گفت چه خیلی تا بد نیست و بعد دروغ دلاور همه خیلی سر شد. گفت دلم به حضور شده است، سرم درد کرده ایستاده است. این 3 دروغ شده. بله. و بعد مادرش در اومده به خونه در بالای کت دلاور میشیند و دلاور رو اشکمش رو میبیند و میگوید دلاور جان کدام طرفی اشکم درد میکند؟ دلاور میگوید مادر جان طرفی راستی اشکمم درد میکند. 4 دروغ شد. و همین خیلی دروغ میگوید و مادرش میگوید دلاور جان ایست و من رفته از خانه دیگر حرارت سنج را آرم و تب تو را سنجم و مادرش رفته از خانه دیگر حرارت سنج را می آرد و تب دلاور را می سنجد و می بیند 36 و نیم است. میگوید دلاور جان تو تب نداری و مادرش با همین بهانه به پدرش زنگ زده میگوید بیا. برای چی تبیه دلاور بلند نبود مادرش باور کرد. مادران از بس که ما را دوست می‌دارند به هر سخنی ما باور میکنند. درست است. وقتی که با مادر ما اگر گوییم که مادر جان من بیمار شدم حتما مادر ما عادتا باور میکند. خب اگر حتی تب نداشته باشیم بازم بیمار نباشیم هم میگوید که خوب کن پسرم یا دخترم. درست است. و اکنون بینید که چی شد. درست گفتن که شنید با پدرش زنگ زد مادر دلاور. پدرش با کار میرفت با از نصف رو گشته آمد و از در آمد و دید که پسرش خواب است. معاینه کرد دید خواطر شد. پدرش هم باور کرد. بعد چی شد؟ بعد پدرش برای دارو به بیرون رفت و دلاور باز در جایگاه دراز کشید. لیکن دارو آورد؟ نه او دارو نآورد. او با بهانه همین رفته دکتر آورد. برای چی با
دلوار پدرش نگفت که من حاضر رفته دکتر میارم. برای که او نترسد. بچه ها عادتاً وقتی اگر گوید که تو را به دکتر میبرم یا دکتر میارم گوید دیگه خواطر میشن، حتی پدر و مادران ما نمیخواهند که ما را پیشکی تشویش دهند، ناگهان دکتر را میارم. درست است. بعد از چند لحظه همشیره شوقت خورسندای اومد، از در اومده گفت سلام. با بالای سری دلوار اومده با دلوار هم سلام داد. با دلوار گفت کجای شکم در میکوید؟ گفت طرفی راستی شکمم در میکند. همشیره شوقت خورسندای دید شکم دلوار را کمی فش کرد. دلوار آه کرد. آه دلوار دروغ بود. این علاقه دروغ بیستمی دلوار بود. بعد همین دلوار یکم بار با خودش گفت که من بحث است، حاضر باید اقرار شوم با مادرم و با پدرم گویم که من شوخی کردم، من دروغ گفتم. یکم بار با خود بله گفت. وقتی که دلوار دوتاز مادرش را دید میخواست که اقرار شود که مادر جان من را ببخشید، همه این کارهای من شوخی بود. برای چی اقرار نشد؟ دلوار میگوید حالا گذار که چند دقیقه گذرد و بعدا به مادرم میگویم. یعنی به مادرم میگویم که مادر جان من شوخی کردم، لیکن گفته نمیتواند. باز چند دقیقه میگذرد، گفته نمیتواند. یکی دکتر میآید، بعد چی الک دیر شده بود. مادرش باور کرد، پدرش باور کرد و دکتر خورسندای اومد. اکنون دلوار شرم میدارد، نمیخواد گوید که من شوخی کردم، من دروغ گفتم. اکنون کار از کار گذشته بود، منتظر می ایستاد که خیلی کنی بینیم چی میشه. در این مدت الکی معلمه هم زنگ میزند و تو معلم میخواد که با دلوار صحبت کنه، که دلوار میگوید که نه تو من توبم نیست. و معلم هم حتی بینید مادری که میگوید که چون این روز زادروز داشت میگوید که با بچه ها به خانه بیایید، خیلی با دعوت میکند معلم رو با هم سنفونش. ولی اکنون چون همشیره شفقت اومده بود و الکی تبریک گفتن کور از کار گذشت، اکنون باید چیکار میکردن؟ وقتی که اومد ماشین یوری تجلیلی اومد باید چیکار باید کنن؟ وقتی که ماشین تجلی آمده بود اکنون دیر شده بود. دلوار را به بیمارخانه می بردن. دلوار از کار کردش خیلی پشیمان شده بود و همراه خالای خورسندای و مادر و پدرش همراه دلوار را به بیمارخانه می برند. وقتی که دلوار را به زنبر خوابانیده آن را به بیمارخانه بردنی بودند، همه همسایه ها دلشون می سوزد به دلوار و دلوار را همراه پدر و مادرش و خالای خورسندای به بیمارخانه میبرند و دلوار را به حجره 21 یعنی تشخیصی میدارند. بینید من میبرم سخنی کسی را درست گفت، الکی شاهد دروغ، شاهدان دروغ باز زیاد شدن بود. همسایه ها الکی اینجا اول خانه دلواری نبود هم، بعد همسایه ها شد، اکنون مکتب خبردار شد و اکنون بیمارخانه تقریبا 100 200 300 نفر از دروغ دلوار در تشویش هستند. خب در بیمارستان در همون حجره 21 گفتن چی موقع روی داد؟ وقتی که دلوار را به حجره 21 بردند، در نزد آن دکتر ظریفی بود و دلوار آن را دیده گفت من شما را شناختم. و دکتر ظریفی گفت تو مرا در کجا شناخته؟ در مکتب؟ دلوار گفت نه، شما پگاهی در تلویزیون در برنامه تندرستی درباره کسلی کروده گپ می‌زدید، من شما را شناختم. و دکتر ظریفی این را فهمید و گفت که جای در میکند؟ دلوار گفت شکمی طرفی راستان در میکند. دکتر هم دلوار را شناخت. چخیل شناخت؟ دکتر ندیده بود. دکتر ظریفی دلوار را همچون بیمار شناخت. دکتران بسیار آدمان زیرک هستند. در نزد دکتر دروغ گفتن اصلا خطا است، برای اینکه بر ضرر خودی آدم است. بغیر از این وقت دروغ میگه دکترها همون زمان میفهمند. بغیر از این وقتی مادرش با دلوار گفت که دلوار جان تو خواب کن، معلم مسلم بانو زنگ زدن گفتن که تو گپ زدن میخواهی؟ دلوار گفت که نه من گپ زدن نمیخواهم. بعد گفت که شاید بعد درس ها بیایند. دلوار برای چی ترسید؟ برای آنکه معلم مسلم بانو خیلی زیرک و دانا است. فقط معلم مسلم بانو نه، همه معلم همه آموزگاران آدمان زیرک هستند.
وقتی که شاگردانشان دروغ میگوید آموزگاران همون زمان میشناسند میفهمند برای همین معلم رو یا معلمه رو فریب دادن آسان نیست اصلا ممکن نیست دروغ گفتن لیکن دلاور برای اون ترسید که حضور معلم میگویند هم از در میدارن و میفهمند که من دروغ گفتم حتی دلاور فکر میکند میگوید که معلمی ما از 100 قدم دوری میدانند که تو وظیفه خانگیت رو تیار کرده ای یا نه همین چخیل آدم ما هم فهمیده میتونیم که آدم دروغگو چخیل میشود مثلا یگان کس دروغ گوید تو از کجا میفهمی ما از چشمانی آدم میفهمیم که اون دروغ گفته ایستاده است و چشمانش رو تاب داده هر خیل گپ ها میگوید یعنی چشمانش رو میگریزاند یعنی اگر واقعا درست از وقت به آدم چشمان آدم دروغگو همین خیل نگاه کرده استید با دقت همین خیل نگاه کنید و چشمان وی بازی میکنند یا چشمانش رو به یگان طرف برای شما نگاه نکرده به یگان طرف میگریزاند دروغگوی ها یا به آسمان نگاه کرده گام میزنند یا به زمین یا چشمشون بازی میکنند خب این یکی از نشانه های شناختنی دروغگو خب محمد آدمی که دروغ میگوید سرخ میشود درست است آدمی دروغگو در وقت سخن گفتن زبانش میگیرد یعنی بسیار فکر میکنه بعضی دروغگوی ها رو شناختن آسان نیست نشانه دیگری آدم دروغگو این است که وقتی که او گپ میزند خود را تعریف می نماید درست است میخواهد که خود را تعریف نماید به آدمان خود را یعنی شیرین نماید دروغگوی دیگر دوباره دروغ گفتهش را تکرار کرده نمیتواند شما راضی هستید؟ بله درست است باز با خود قصه برمیگردیم دکتر ظریفی دلاور را میبیند و برآمده میرود و چی میگوید برآمده میرود دکتر ظریفی میگوید که تو 1-2 ساعت خورد بعد خواب رو بعد من میروم باز برمیگردم بعد از حال تو خبردار میشوم تو واقعا مثل دکتر ظریفی گپ زدی میخوام بسیار جدی ها خوش قوقت گرفته گپ زدی نه میخوام خب دکتر ظریفی برآمده رفت و یک همشیری شفقتی دیگر آمد وقتی که دکتر ظریفی از اتاق میبراید او را به زنبر باز خوابانده به حجره 21 میبرند این حجره آزمایشی بود و در آن 2 کت بود در یکیش بالین و کورپه بود و یکیش بالین و کورپه نداشت دلاور را در کت بالین و کورپه دار خواباندند در همین مدتی که دکتر وقت داد که کمتر صبر کن و من برگشته میگم چیکار کردم این دلاور بعدا او صدای معلمشان رو فهمیده از تیرزه نگاه میکند میبیند که دوستانش جابیر اینا آمدند و وی با جابیر چند از آدمان میگفتند که شما چرا اینقدر شوقون میبردارید یا اینکه بسیار آمده اید ما برای خبرگیری دوستمون آمده ایم ما با او میخواهیم که با او خون بدهیم و چند از یک زن دیگر هم که در دستش جاروب داشت و رفته ایستاده بود و همچنین با وی میگوید که شما اینقدر شوقون میبردارید بعد میگوید که ما با معلممون اومده ایم به اینجا و بعدا وی میترسد و باز اومده به جایش خوب میرد و ناگاه از در یک همشیره شفقت میدروید همشیره شفقت به نزد دلاور اومده از او خون میگیرد میان دلاور و همشیری شفقت یک که خون میگیرید یک گفتگو میشود چی میپرسد همشیری شفقت از دلاور چی میپرسد دلاور به همشیره شفقت سوال میدهد دکتر ظریفی کیستند سردخترمون نه و که تو را معاینه کردند باز دلاور سوال میدهد شما به مکتبمون یگان حجت میدهید بعد همشیره شفقت میگوید بله یک حجت میدهیم دلاور میگوید به راهبر صنفمون نمیدهید نه بعد میگوید برای چی تو در حضور ما هستی تو دروغ نگفته ای کو ما تو را در اینجا تشخیص کرده ایستاده ایم بعد دلاور میگوید نه من دروغ نگفتم من بیماری کرودم برای چی دلاور همیشه چپ و راست پس و پیش هر چی میگفت برای آنکه وی دروغ گفته بود از دروغ گفته خود پشیمان شده سروسیمه شد مثل آدمی که به آب میافتد و آب او را گرفته برده ایستاده است هم به ساحل یگان ریشه درخت یگان برگ یگان خس یگان چوبچه باشد به هوا دست دراز میکند که اکنون دلاور هم به آدمی غرق شده ایستاده نزدیک است حتی همشیری شفقت یک سوال هم میدهد میپرسد که از عوض کردن جای جمع شونده ها حاصل جمع تغییر مییابد
از بس که سراسیمه بود خواطر بود به همین سوال صرفم نمی رود. یعنی همشیری شفقت در همونجا میفهمد که دلاور بیمار نیست. برای اون که دلاور حتی میگه که امروز روز تولد من است، من امروز زاد روزم رو جشن میگیریم. در همین حالت او را به جراحی می‌درورند. وقتی که دلاور می‌بیند که قیچی و کارت‌هایی که برای جراحی استفاده می‌برند آن را دیده سخت می‌ترسد و او از دروغ گفته خودش بسیار پشیمان می‌شود و به دکتر ظریفی می‌گوید همه این کاری من شوخی است. یا حتی مثال بگم حتی هنگامی که شما دکتر دندان می‌روید، وقتی که به نزد دکتر می‌درید میگوید فکر می‌کنید که الان درد دندان ماند، ولی میگوید این دردی تو نمونده است. تو این وقتی که تو دکتر رو دیدی و حجره جراحی رو دیدی تو برای اون ترسیدی، تو هنوز دردی تو کروده است، تو بیمار هستی. بعد از حجره برآمده به دیگر حجره می روند. دلاور با همراه دکتر ظریفی. بعد دکتر ظریفی به دلاور می گوید من فهمیدم که تو دروغ گفته ایستاده ای، ولی من دروغ تو را به هیچ کس نمی گویم و تو دیگر دروغ نگوی. دلاور از کاری کرده خود خیلی پشیمان شد، چنانه که بزرگان گفتند پشیمانی ندارد عاقبت سود. دکتر میگه که پسرم تو دروغ گفتی، دیگر دروغ نگو. اگر بعضی دکتران کم تجربه یا خیلی جوان یا دکترانی که بعضا در جاهای مثلا در دهات دور دست نو به کار سر کردن با دست آنها میافتیده شاید که سوزن میزدن یا جراحی کردنشون ممکن. وقتت خندی تو به دستی به بیمارخانه ما آمدی. همین دکتر ظریفی به دلاور گفت که با تو جواب پسرم تو را حاضر منه خالی خورسندای برآورده گسیل میکنم. گفت که من به هیچ کس نمیگویم. برای چی؟ برای آن که دکتر ظریفی نمیخواست که دلاور در نزد دوستانش، در نزد پدر و مادرش، یعنی در نزد تمام شهر، وقتی که تمام آدمان شهر خبردار شدند که دلاور بیمار است، دکتر ظریفی گفت که من به هیچ کس نمیگویم و نمیگویم که تو بیمار نبودی و دیگر تو این کار را نکن. باز کنی علاوه وقتی که خلای خورسندای با همراهی دلاور به بیرون میبراید، مادر و پدرش دلاور رو پیشواز میگیرند. مادرش گویا پر و بال برآورده است، فرزندش رو میبوسد. پدرش باشد دستش رو به سرش گذاشته مویهایش رو پریشان میکند. همین وقت مویهای دلاور رو پریشان میکند چی میگوید؟ دلاوری ما در حقیقت دلاور است. سوال به جواب ماند. برای چی دکتر ظریفی همین دروغ دلاور رو به پدر و مادرش نگفت؟ برای آنکه دکتر ظریفی به پدر مادر دلاور نگفت که پدر مادر دلاور پیش مردم شرم ندارند. یعنی دکتر ظریفی نخواست که پدر و مادر دلاور در نزد مردم خجالت نکشند. بغیر از این باز یک چیز دیگر است. وقتی که ما دروغ میگوییم و به دست میافتیم، اگر پدر و مادر ما فهمند بسیار چه آزرده میشوند. برای همین وقتی اگر به پدر و مادر دلاور میگفتن که پسرتون دروغ گفت، این صحت است، این همه یک شهر چه سرسان آواره کرد گفته خبر دهند، پدرش بسیار شرم داشت در نزد مردم. مادرش گریه ها میکرد که پسر ما دروغگو است. برای همین دکتر ظریفی آدمی خوب، بسیار آدمی دورندش بود، نگفت به پدر و مادر دلاور. باز برای آن نگفت که خود دلاورم از حد زیاد شرمنده شده بود. دکتر ظریفی اگر به بالای اینقدر عذاب و شرمندگی دلاور گوید که تو بچه دروغگوی هستی، مردنت بهتر، تو وجدان نداری، تو ایمان نداری، تو صدقه همیخل همسنفا، صدقه همیخل پدر و مادر، صدقه همیخل آموزگاران شوی گفته جنگ کند، دکتر ظریفی در حقیقت اون وقت دلاور بیمار شدنش ممکن. این بود یک مضمون مختصری همین قصه و برای چی ما وابسته به مندرجه زیاد هستیم. اصلا ما در دیگر نمایش ها در مندرجه اصلا قدر زیاد نمیستیم. ما تنها با یک چند خلاصه جنبست میکنیم مندرجه رو و چون این بار نخست هست که این قصه از نمایش پاوسی نمایش ما پخش میگرد و این حالا به دست چوب نرسیده است
و اشاره کردیم که اینا خوانندگان اول هستند و می خاطر ما یک نوع گویم تقریبا سوژت همین اثر رو تقریبا پره پیشکش میکنیم و گویم میکنم که از این یک پند خوبی هم گرفته میتوانم بینندگان. و من یک چی میخواستم از همین قصه شما چی خلاصه برآوردید؟ خوندید، بینید خیلی خوب نقل کردید مندرجه آن را. چی خلاصه برآوردید برای خودتون؟ کی؟ ҳамаи дурӯғгӯҳо дурӯғҳояшон ошкор мешавад ва барои ҳамин бояд мо дурӯғ нагӯем. Аммо дар дунё ягон инсоне нест ки дурӯғ нагӯяд. забони мо ҳам гоҳ ба дурӯғгӯӣ мепечад ва мо бояд дурӯғгӯ нашавем ва дурӯғгӯӣ ҳам кам кунем. одам дурӯғро барои худашро таъриф кардан, барои худашро зур гирифтан, барои ҳамин дурӯғ мегӯяд, вале дар охир вақте ки дурӯғи он ошкор мешавад, аз дурӯғгӯияш он хеле пушаймон мешавад. ҳамин диловар як мавзӯи бисёр аҷоибро ба миён партофт. чаро одамон дурӯғ мегӯянд? воқеан як сабабашро гуфт, одам мехоҳад ки ба дигарон худашро таъриф кунад, нишон диҳад. одам мехоҳад ки худашро зур нишон диҳад. боз чӣ? мо барои он дурӯғ мегӯем ки барои он ки ягон сирро фош надиҳем ва дурӯғи мо ошкор нашавад, баъд мо шарманда мешавем. баъзе одамон барои он дурӯғ мегӯяд ки барои худашон фоида оваранд. масалан дар бозорҳо дурӯғ мегӯянд ки барои хонаводаашон фоида оваранд, яъне молашон ба фурӯш равад. мисол дар мактаб мо дурӯғ мегӯем барои он ки ё дарсамонро тайёр накарда бошем ва ё ин ки ба ягон ҷо намехоҳем дар дарс бошем. асосан барои он ки дарс тайёр накардем, китобро нахондем. ин бинед, вақте ки одам вазифаи хонагиашро тайёр кардааст, рост мегӯяд ки маълим, ман вазифаи хонагиамро тайёр кардам, тамом. а вақте мегӯяд ки дурӯғ мегӯяд ки вазифаи хонагиамро тайёр кардам, ин дурӯғ бошад, маълим мегӯяд ки кани дафтаратро биёр. шумо мегӯяд ки дар хона фаромӯш кардам. хуб рафта гирифта биёр. меравед, овора шуда гашта меояд, мегӯяд ки дар қулф. ва мегӯяд ки дар хона касе нест. ва мегӯяд хуб калиддори кушода наметавонад, модарам нестанд. ва ҳамиха дурӯғи зиёде гуфтан мекунем. дар ҳақиқат як дурӯғ камтаринаш 7 дурӯғи дигар кашола мекунад. анин дар мавриди диловар 70 дурӯғ овард. нисфи шаҳр ба похест. дурӯғ баъзан фоида ҳам дорад. бале дурӯғ гуфтан мумкин аст. дар он мавриде бояд дурӯғ гӯем ки ягон ду касе ки аз ҳам қарӣ шуданд ва онҳоро бояд мо дӯст кунонем. хуб баъзан барои ошти кардани баъзе қаҳриҳо дурӯғ гуфтан мумкин аст, лекин ин хел нашавад ки баъд қаҳриҳоро ошти мекунам гуфта як дурӯғе гӯяд ки мисли диловар ба беморхонаю ба шӯъбаи корҳои дохилӣ афтода сарсон кунед ҳамаро. хуб боз кай дурӯғ гуфтан мумкин? бале дурӯғ гуфтан дар майдони ҷанг ҳам мумкин аст. вақте ки мо дар дасти ягон душман асир меафтем, мо метавонем ба онҳо дурӯғ бигӯем. масалан чӣ дурӯғ гуфтан мумкин? вақте аз мо мепурсанд, мо сирамонро фош намекунем. вақте душман мепурсад ки чанд танк доред, чанд тӯб доред, чӣ қадар аскарон доред, сардоратон, ки одам метавонад ки ягон дурӯғ гӯяд. масалан як духтарак номаш зоя буд, ба фашистони немец ҳатто номашро чӣ мекунад? дурӯғ мегӯяд, таъне мегӯяд. мисол дар ҳамаи китобҳо ҳам аст, шумо хуб медонед, вобаста ба шерак. шерак чӣ кор намоӣ карда буд? медонед ки ба ёд дорад? қаҳрамони халқи тоҷик Шерак ба душман дурӯғ гуфтааст. ӯ сару рӯи худро канда ба назди душманон меравад ва мегӯяд ки маро аз лашкар ронданд ва ба душман дурӯғ гуфта мегӯяд рафте, ман шуморо ба роҳи осон мебарам ва шумо метавонед ҳамаи лашкари моро мағлуб кунед ва онҳоро ба биёбон мебарад ва дар биёбон лашкари душманро мағлуб мекунад, нобуд мекунад аз ташнагӣ. дидед, анин ба қавли Саъдии бузург дурӯғи маслиҳатомез беҳ аз рости фитнаангез. як дурӯғе ки Шерак ба душман гуфта буд, бина чӣ қадар манфиат овард. душманро аз кишвари худаш, аз ватанаш дур бурд. душманро нобуд кард, кушт. сеюм, душман шикаст, рӯҳан шикаст хӯрд. чорум, аскарони худи Шерак, аскарони
هموطنان شیرک یگان تاش نابود نشد از این سخنی که به قول دروغ گفت شیرک. از همه اساسیش باز یک چیز دیگر است، شیرک جاویدان ماند. بله. پس گاه دروغ گفتن در کار است، مثل شیرک دروغ گفتن در کار که از بعضی راستها فایدهش زیادتر باشد. واقعا این موضوعی است که موضوع خیلی مهمی روز است و موضوعی است که در باره صحبت ها هم کردن، صحبت کردن ممکن است و چون قصه با این موضوع دروغ باشه شده است، ولی ما گمان میکنم که با این فکر اندیشه که شما داشتید ما اکتفا میکنیم و اینجا ما باز چند ادبیات رو برای بینندگان پیشنهاد میکنیم تا آنها خوانند و در همه گونه مباحثه‌ها با ما شریک شوند. شما می توانید در تحلیل و بررسی اثرهای زیرین شرکت ورزید. زین‌الدین محمودی واصفی، بدایع الوقایع، سوربن، رمانی جوگی، رودولف اریخ راسپه، سرگذشت بارون میونهاوزن، جلال‌الدین بلخی، حکایه ها از مثنوی معنوی، ماکسیم گورکی، بچگی، مارک توین، سرگذشت گکلیبری فین، اورون کوزاد، یک روزی دراز، آرتور کونان دویل، سرگذشت‌های شرلاک هولمز، بهمن یور، سرمده و نهایت کلیله و دیمنه. اگر این اثرها را خوانده باشید پس می توانید در نمایش بهتر از دوست شرکت ورزید. طور اشاره کردیم موضوع امروزه ما خیلی موضوع جالب بود، موضوعی است که در برای بحث و اندیشه ها خیلی زیادند و خود قصه نیز نام دارد دروغ و ما گفتیم که این قصه است که نخستین خوانندگانش نام خوانندگان موسیقی تعلیمی رقم 4 شهر دوشنبه هستند. ما با شما اظهار سپاس میکنیم که خیلی خوب خواندید، خیلی خوب نقل کردید و ما گمان میکنیم که دیگر نفرانی که در همین نمایش ما شرکت می‌ورزند همین گونه مثل شما خوب خوانند و دیگر اثرها را نقل کنند، زیرا از نقل کردن هم خیلی وابسته است و چون عصرهای پیش تمام اثرها از نقل به نقل از دهان به دهان میگذشتند. خب ما تا حاضر مؤلفی قصه را ذکر نکرده بودیم و مؤلف اثر خواستند که فکر شما رو فهمند و توسط نمایش فکر بیننده رو فهمند و من بعد هنگامی که چاپ میکنن این فکرها رو البته به نظر گیرند و مؤلف این قصه دروغ که ما درباره اون خیلی سخن راندیم، خیلی اون رو خیلی تحلیل و بررسی کردیم، نویسنده عزیز هستند که همراه ما حضور دارند و البته پس از چند ماه شاید این اثر روی چاپ آید و خودی خوانندگان آن را به دست گیرند، ولی نویسنده عزیز خواستند که با واسطه این برنامه ما این قصه را با محاکمه گذارند. شماره نوبتی نمایش ما در همینجا به انجام میرسد. همین گونه در تحلیل و بررسی در نمایش های ما دائم فعال باشید. تا بازدید.